چند روز پیش خانمی با من تماس گرفت که شما از طرف فنی و حرفه‌ای استان هرمزگان معرفی شدین جهت شرکت در همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما در استان تهران جهت دریافت لوح تقدیر در زمینه کاریتون. بهش گفتم شرایط حضورش چیه. گفتن با پرداخت هزینه‌ای شما رو معرفی می‌کنیم به عنوان بهترین‌های استانتون. کلی عکس و فیلم از زمان ورود تا زمان دریافت لوح تقدیر بهتون میدیم که بذارین تو پیج اینستاگرامتون برای بیشتر دیده شدن. حالا من موندم و این سوال بزرگ، از کی تا حالا افتخار ملی با پرداخت هزینه جور میشه؟ تا دیروز رتبه میخریدین، الان اعتبار شغلی. هیچ افتخاری خریدنی نیست و هیچ بهتر بودنی با پول واقعی نمیشه. اینو اینجا دارم بهتون میگم که اگه دیدین افرادی رو با این تیترها معرفی میکنن بدونین پشت صحنه‌اش چیه. من واقعیم، ممکنه دیرتر دیده بشم ولی با افتخار دیده میشم.